خوبی من، هنر در فاصله هاست. زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم. تو نباید آن کسی باشی که من می خواهم و من نباید آن کسی باشم که تو می خواهی. تو باید بهترین خودت باشی برای من و من باید بهترین خودم باشم برای تو. آن کسی که تو میخوای از من بسازی یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت. خوبی من، هنر عشق در پیوند نمودن فرقیت هاست و معجزه‌اش از نادیده گرفتن کمبودها. زندگی است آخر، همیشه که همه رنگهایش به هم نمیخورند و همه سازهایش به هم دیگر جور نیستند. این سخنی بود که مهاتما گاندی برای همسرش گفته بود که من امروز برای شما تکرارش کردم.